با سلام خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم که در هر کجا هستید شاد و سلامت باشید و دلتون شاد و لبتون خندون. بابک هستم و بعد از یه مدت طولانی تقریبا 3 ساله، شاید هم ذره بیشتر، تصمیم گرفتم ویدیو جدیدی رو براتون آماده کنم. راستش دلایل زیادی برای این غیبت وجود داره که اینجا فرصت مناسبی برای ذکرشون نیست، ولی در کل مجموعه ای از گرفتاری های کاری و شخصی این فرصت رو از من گرفت و متاسفانه نتونستم بیشتر در خدمتتون باشم. از آخر ویدیویی که براتون گذاشتم که فکر کنم 3 سال پیش بود در رابطه با رمز ارز و کیف پول سایتاما، اتفاقات بسیار زیادی برای این رمز ارز افتاد. از تقریبا 3 بار تغییر در تیم سایتاما تا انتقال این میم کوین از شبکه ایتریوم به بایننس، تغییر آدرس کانترکت ها و در نهایت که آخرین تغییر اعلام شکایت از تیم اول سایتاما به اف بی آی بود، به خاطر اینکه اون تیم تغییرات عمدی در بازار سایتاما ایجاد کردن که به اصطلاحاً بهش مارکت مانیپولیشن میگن، که منجر به بالا پایین رفتن عمدی قیمت ها برای سود بیشتر میشد که اصطلاحاً پامپ اند دامپ بهش گفته میشه، که این سبب افت شدید قیمت سایتاما شد. البته نام جدید سایتاما سایتا چینه یا به طور مخفف STC. این قیمت هولوش 6 اکتبر امسال افت وحشتناکی کرد و تقریبا میتونم بگم اگر کسی هولوش حالا $1000 $2000 سرمایه گذاری کرده بود، این مبلغ رسید به شاید به حدود $60-70. البته از اون موقع تا الان وکلای تیم سایتا چین تونستن به موفقیت های برسن، مثل اینکه چند تا از مواردی رو که متهم شده بودن رو تونستن در حقیقت اتهام رو برطرف بکنن و این باز به همت کسانی که این توکن رو دارن و حالا خود تیم تونستن این قیمت رو نگه دارن و یه مقدار قیمت بهبود پیدا کرده نسبت به دو ماه گذشته. حالا مثلا همون $1000 که شده بود هلوش $60-70 الان رسیده به مثلا فرض کنید $150 $180 $190 این حدودا. قیمت داره تقریبا سیر سعودی رو داره نسبت به 2 ماه گذشته و البته من هنوز به این توکن امیدوارم، هنوز بهش اطمینان دارم و امیدوارم که بتونه به جای اولیه خودش برگرده. البته ویدیوی امروز من در رابطه با سایتاما نیست، در رابطه با سایت چین نیست. من تصمیم دارم در آینده نزدیک ویدیوهای جدیدی رو در رابطه با سایت ها براتون درست کنم و آپلود کنم تو یوتیوب که توضیح بده این تغییرات رو چه تأثیری روی شما داره، چجوری میتونید اگه هنوز رو ایتریوم هستید، رو نتورک ایتریوم هستید، چجوری باید موو کنید توی بایننس، چجوری از چه روشهایی میشه استفاده کرد. اطلاعات کافی رو در رابطه با سایت ها در اختیارتون قرار میدم. اما ویدیوی امروز من در رابطه با یه بمب خبریه راجع به یه توکنی به نام توکن شیبا. نمیدونم چقدر راجع به شیبا شما میدونید یا نه، ولی به طور خلاصه اگه بخوام براتون بگم، این توکن هلوش اوایل سال 2020 ایجاد شد و نسبت به بگم مثلا هلوش فوریه 2020 ایجاد شد. نسبت به پایین ترین قیمت خودش در اون لحظه که در فوریه 2020 تا الان که امروز 27 دسامبر هستش، این توکن هلوهوش 46 میلیون درصد رشد داشته. بله درست شنید، 46 میلیون درصد رشد، یعنی قیمت این توکن نسبت به روز اول 460 هزار برابر شده. یعنی کسایی که در روز اول سرمایه گذاری کردن تونستن بسیار سود بالایی ببرن. یعنی یه نفر $1 سرمایه گذاری کرده بود، الان 460 هزار دلار میتونست داشته باشه. البته طبق معمول که همیشه من دیر به جمع میپیوندم،
من زمانی که این توکن رو خریدم دقیقا 3-4 ماه بعدش بود که در دقیقا سوم می 2021 بود که خب دیگه اون درصد میزان سود وجود نداشت و اگر من مثلا فرض کن 2 ماه زودتر می خریدم الان شرایط من خیلی متفاوت بود. به هر صورت باز خوبه، باز توکن قابل اعتمادیه، توکنی هستش که یه اکوسیستم کامل داره و حتما بهتون توصیه میکنم که سری به سایتش بزنید. سایتش رو، آدرس سایتش رو براتون توی قسمت توضیحات میذارم. این سایت اسمش هست sheep.io. حتما برید اکوسیستمش رو ببینید، توکن هایی رو که داره، مثلا خود شیپ توکن، بون، لیش و یه توکن دیگه که به اسم تریت هست به زودی میاد. این شیبا خودش سواپ یا اکسچنج خودش رو داره، دیسنترالایز فایننس، یه اکسچنج جداگانه خودش رو داره که خرید و فروش میتونید بکنید. سرتیفیکت های امنیتی رو گذرونده، توکن قابل اعتمادیه. ضمناً من هیچ توصیه‌ای به هیچ کس نمی کنم. قصدم این نیستش که به کسی بگم چیزی رو بخرید یا نخرید. به قول گفتنی من فاینانشال ادوایزر نیستم، فقط دوست دارم اطلاعات رو به شما بدم و شما خودتون حتما باید راجع به این قضیه تحقیقات لازم رو داشته باشید. یکی از مواردی که هر توکنی باعث بشه که موفق بشه داشتن یوتیلیتی ها و یه اکوسیستم مناسبه. در غیر این صورت هیچ پایه و اساسی، اگر پایه و اساسی نداشته باشه، این نمیتونه موفق بشه. و یکی از دلایل موفقیت شیبا یه چیزی بالغ بر 21 میلیارد دلار مارکت کپ این توکنه و نهنگای خیلی بسیار زیادی توی بحث کریپتوکارنسی اکسچنج، توی بحث رمز ارزها از این توکن خریدن، تهیه کردن و نگه داشتن. یکی از مواردی که این توکن رو دیگه خیلی موفق داره میکنه، غیر از حالا اون اکوسیستم بقیه توکناش هست، متاورسشه. حالا متاورس چیه؟ باز میگم شاید شنیده باشید راجع به متاورس، اگه نشیدی به طور کلی بهتون میگم. متاورس یه دنیای مجازیه. یه دنیای مجازی رو در نظر بگیرید که شما میتونید داخلش قدم بزنید، داخلش با دیگران ارتباط داشته باشید، زمین بخرید، خونه بسازید، سرویس ارائه بدید یا از سرویس دیگران استفاده بکنید و با دیگران چت بکنید و صحبت بکنید. متاورس خیلی بحث جالبیه و خیلی شرکت ها گفتن که ما در حقیقت متاورس خودمون رو داریم و دارن روش کار میکنن. اما من به جرئت میتونم بهتون بگم در حال حاضر متاورس شیبا که 2 روز پیش لانچ شد به صورت ارلی اکسس، یکی از بهترین هاست. هنوز کامل نشده، هنوز تمام قسمتاش کامل نشده، ولی من دسترسی که پیدا کردم و دیدم بسیار جالب بود، بسیار لذت بردم و روش شماره میکنم تا در حقیقت کامل بشه و بتونم بیشتر اطلاعات راجبش پیدا بکنم و در اختیار شما قرار بدم. ویدیوی امروز من اینه که میخوام بهتون بگم چطوری دست به این متاورس بکنی. یه دمو براتون بذارم، شما رو ببرم داخلش، راجبش توضیح بدم، قسمت های مختلفش رو بهتون بگم، چه ریکوایرمنت هایی، چه نیازمندی هایی باید داشته باشه، شما باید داشته باشید که بتونید وارد متاورس بشید. کلا یه ایده‌ای بهتون بدم که این متاورس چیه. تمام آدرس هایی هم که لازمه بعدا من توی توضیحات این ویدیو براتون میذارم. خب برای دسترسی پیدا کردن به سایت متاورس کافیه برید داخل سایت shipthemetaverse.io. خب یکی از چیزایی که تو متاورس خیلی مهمه که شما میتونید زمین داشته باشی و این زمین بخرید و توش
ساخت و ساز انجام بدید و زمینتون رو بعداً بفروشید. و یا بستگی داره که کجا زمین رو بخرید. این زمین میتونه ارزش افزوده داشته باشه، مثل دقیقا یه ملکی میمونه که حالا ملکی رو یه نفر خریده، بعد در کنار اون ملک یه مرکز خرید باز میشه، یا حمل و نقل عمومی بیشتر میشه، یا یه اتفاقاتی میفته که قیمت اون ملک میره بالا. در حقیقت تو متاورس هم میتونه همینطور باشه. مثلا من هلوهوش 2 سال پیش 2 تا زمین خریدم که حالا الان این شیپ متاورس به ولت من وصله و من 2 تا زمین دارم. اگر بخوام زمینامو ببینم، آدرس زمینای من در اینجاست. شیپیارد شماره کوردینیشن اون آدرس زمینای من اونجا قرار داره. خب شما وقتی وارد این سایت شدید، اگه بخواید که زمین بخرید، میتونید تو قسمت لند باینگ کلیک بکنید. منتها باید به والتتون وصل بشه و یا باید ایتریوم داشته باشید، با ایتریوم خرید کنید، یا باید توکن شیپ داشته باشید و بستگی به داره که قسمت سیلور بخواید یا گلدن بخواید. قسمت گلدن گرونتره، قسمت سیلور ارزونتره. اگر بخوایم ببینیم یه نگاهی به مپ بکنیم، این مپ 11 قسمت در متاورس وجود داره، یا 11 بخش در متاورس وجود داره که هر بخشی یه وظیفه ای رو توی متاورس داره. فرضاً قسمت دیفنس ولی، یا مثلا قسمت ریو پلازا، هر قسمتی بارک پارک، هر قسمتی یه کاری داره و اون تیم متاورس دارن روش کار میکنن. و برفرض اگه من بخوام زمینای خودم رو بهتون نشون بدم، مثلا کردم مایلند، هیچ قسمتی هم فیلتر نمی کنم، تمام زمین ها رو میخوام ببینید، تمام نقشه رو میخوام ببینید. شما زمین های من یکی اینجاست، یک گوشه در این قسمت زمین دارم و یه زمین هم در این قسمت دارم، the backyard. هرچی زمین های شما نزدیکتر به این هابا باشه، به این مراکز باشه، زمین ها گرونتر میشه و شما میتونید زمین رو خریداری بکنید. بخواید زمین رو خریداری بکنید، میتونید بگید که من همه قسمت ها رو میخوام بیارم، بعد اینا فیلتراشه، یا بگید available to buy. این زمین هایی که available هستن برای خریدن رو شما میتونید ببینید. مثلا اگر بخواید یه زمین اینجا بخرید، اینجا نوشته land platinum paul district، منطقه شو نوشته و کوردینیشنش نوشته و اونرش نان، هیچ کسی اینو نخریده، ولی یه زمین دیگه ای یه اونر داره اینجا. پس این رنگای سیاه در حقیقت اینا زمین ها خریداری شده، بیشتر زمین ها خریداری شده و یه سری زمین ها الان اویلیبل هست برای خرید. شما میتونید انتخاب بکنید و زمین رو بخرید. گفتم برای خریدن زمین هم شما نیاز هستش که انتخاب بکنید به صورت کدوم قسمت رو میخوای، بعد بگید من میخوام با ایتریوم بخرم، بعد باید به والتتون وصل میشه، داره یه منطقه رو براتون انتخاب کرده، شما میتونید خودتون هم انتخاب بکنید. بعد یه قسمتی داره که این قسمت داره قیمت رو براتون کلکولیت میکنه که این زمین که من انتخاب کرده بودم چقدر قیمتشه. این مقدار صبر بکنیم ببینیم کلکولیت میکنه، اگر نه که من باید ازش عبور کنم. به هر حال نمیخوام زیاد فرصت سر این بذارم، زمان سر این بذارم. این یه قیمتش رو کلکولیت میکنه و به شما میگه و اگر خواستید میتونید خریداری بکنید و اگر شیپ هم داشته باشید که با شیپ میتونید خریداری بکنید. اما چطور وارد متاورسش بشین؟ یه تریلری داره، تریلرش رو با هم ببینیم. خیلی کوتاه راجع به تریلرش یه توضیح بدم. شما همین زمینی رو که دارید میبینید، همین گرافیکی رو که میبینید توی متاورس هم دارید. یعنی خودتون توی متاورس میتونید به عنوان یک فرد قدم بزنید و وارد
قسمت های مختلف بشید، با آدم های مختلف اینتراکشن ارتباط داشته باشید، خرید و فروش انجام بدید، چیزی بسازید، سرویس ارائه بدید، از سرویس های دیگران استفاده کنید. پس در حقیقت برای دسترسی به متاورس یه نرم افزار شما باید اول دانلود بکنید. البته حجم این نرم افزار مقدار زیاده برای دوستانی که در ایران هستن. با توجه به محدودیت های اینترنتی و سرعت اینترنتی متاسفانه ممکنه مقدار مشکل باشه، ولی به هر صورت من براتون توضیح میدم. یه هلوش 13 گیگ نرم افزارشه، باید دانلود شه. شما میزنید و این رو دانلودش میکنید. وقتی که دانلود شد، یه البته 13 گیگ اینجا نیست، اینجا کوچکتره، یه نرم افزار خیلی کوچکتری داره که یه استارتره، در حقیقت لود میکنه متاورسو. این نرم افزار خیلی سایز کوچکتری داره، خیلی کمه سایزش، و شما وقتی که دانلود کردید به شما یه شیپ پورتال میده. وقتی شیپ پورتال ران بکنید، وقتی این استارتر متاورس فعال میشه، شما وارد پورتال میشید. قسمت های مختلفی رو داره، شما میتونید روی قسمت متاورس کلیک میکنید. گیم های مختلف هم شیپ داره، دوباره یکی از دیگه از چیزایی که تو اکوسیستم شیپ هست، گیم هایی که داره تولید میکنه. شما روی متاورس کلیک میکنید و اینجا که الان نوشته پلی، اینجا شما باید دانلود رو بزنید که یه چیزی هلوش 13 گیگ فایل باید دانلود بکنید و هاردور ریکوایرمنتتون هم اینجا هست. یه مقدار هاردور قوی میخواد، به خاطر اینکه خب گرافیک خیلی بالایی داره و برای اینکه بتونه این گرافیک رو کامپیوتر شما هندل بکنه، حتما شما باید این سخت افزار رو داشته باشید. مینیموم ریکوایرمنتش اینتل سی پی یو i5، مینیمومش 16 گیگ مموری و انویدیا جی فورس GTX 1080 یا ADM Radeon 5700 که این باید هلوش رم مثلا فرض کنی مینیموم 4 گیگ رم داشته باشه. 30 گیگابایت هم available space میخواد. hardware requirement recommended Core i7 میخواد، 32 گیگ مموری میخواد و RTX 3060 یا ADM Radeon 6600 XT که این هم هلوشه فکر میکنم بین 8 گیگ، دقیقا خاطر حضور ذهن ندارم، فکر میکنم 8 گیگ مموری داره. خب هرچی بیشتر جی پی تون قوی تر باشه و سی پی تون قوی تر باشه، به تبع یک اکسپریانس خیلی بهتر و جذابتری رو میتونید داشته باشید. خب حالا فرض کنیم که شما دانلود کردید و حالا میخواید وارد بشید. روی دکمه پلی کلیک میکنید. خب حالا وارد صفحه اصلی متاورس میشید. منوی ما شامل اینتر، اواتار بیلدر، پلات بیلدر و سیتینگز. خب اول میریم سراغ سیتینگ. راجع به سیتینگ هاست بهتون بگم که ماوس سنسیتیویتی رو تنظیم میکنید، چقدر ماوستون سنسیتیو باشه. جای اینورت ماوس وای، جای اکس و وای حرکت ماوس رو عوض بکنید. شو اواتار نیم، یو آی کی شورتکات هینت، اگر که میخواید بهتون
هینت بده یا یه مثلا بهتون یه توصیه بکنه که مثلا این چه شورتکاتی رو روی صفحه کیبوردتون فشار بدید. تو قسمت اینترفیس اینو میتونید فعال کنید یا غیر فعال. رو قسمت صدای تصویر، صدای متن و افکت های صوتی و موزیک. کنترلراتون جلو، عقب، جامپ، اسپیس بار فور اگزامپل، مثلا اینتراکت اف. البته اینا با جلو، عقب و چپ و راست و با دکمه‌های کرسر آپ دان لفت رایت هم میتونید برید. و تنظیمات اسکرینتون که رزولوشنتون چقدره، 1920 بوردرلس و گرافیکتون اگه گرافیک خوبی، کارت گرافیک خوبی دارید با امکانات مموری خوب، جی پی یو خوبی دارید، میتونید اولترا انتخاب بکنید. این تنظیمات ستینگش و سیو میکنید. بک میایم تو قسمت اواتار بیلدر. خب این خیلی جالبه. این یکی از قشنگترین اواتار بیلدرهایی که من تا حالا دیدم. رو قسمت اواتار بیلدر که کلیک میکنید، حالا من یه اواتار برای خودم ساختم، ولی وقتی که شما برای اولین بار وارد میشید میتونید یه اواتاریه که شما میتونید براش لباس انتخاب کنید، شکلش انتخاب بکنید. حالا من الان براتون توضیح میدم که به چه صورت کار میکنه. دوباره حرکت های چپ و راست و چرخش و اینها رو با حرکت موس بهتون نشون میده. شما میتونید اواتار مرد انتخاب کنید یا خانوم. فرضاً میخواید یه اواتار مرد انتخاب میکنید، بعد میتونید قدش، وزنش، ویتش، الان من میتونم اینو مثلا فرض کنید اگر بچرخونم میبینید که هیکلش بزرگتر میشه یا لاغرتر بشه. حالا برفرض من میخوام تا اینجا بیارم. قدش چقدر باشه، قدش کمتر، بلندتر، رنگ پوستش رو تنظیم میتونید بکنید. بعد وضعیت صورتش چطور باشه، چه فرم صورتهایی رو انتخاب میکنید. من حالا این فرم صورت رو انتخاب کردم، شما میتونید فرمای دیگر رو انتخاب بکنید. حالا فرضاً من الان این رو میخوام انتخاب کنم. بعد فرم موهاست، آیا میخواید ریش داشته باشه یا موش چه مدل باشه. حالا من این مدل رو انتخاب کردم. اندازه سایز آرواره رو میخواد، ازتون میپرسه. شما میتونید تنظیم بکنید به صورت طولش کمتر بشه یا بیشتر بشه. پهنای شونه چانه ببخشید و ارتفاعش. رنگ چشم رو میتونید بدید. بینی، میزان اندازه بینی. حالا خانم‌ها اینو شاید خیلی دقت بکنن، من دقتم کمتره، ولی این بینی مردونه نیست. حالا من باید یه سر اینو تغییرش بدم. پهنای بینی و ارتفاع بینی در کجا باشه. حالا فکر میکنم که اینجا خوبه. تنظیم لبا باز به همین صورت. بعد لباس میتونید انتخاب کنید چه لباسی تنش باشه، کلاه داشته باشه، گردنبند داشته باشه، نمیدونم تتو داشته باشه رو بدنش، میتونید تتو ست بکنید. این کلاه دور سمت چپ راست که برید کلاه متفاوت. و اینجا شلوار و یا لباس کلی که میتونه لباس کت شلوار باشه یا لباس دیگه باشه. البته در مرور زمان به اینا 100% اضافه خواهد شد. کفشتون رو میتونید تنظیم بکنید.
بکپک داشته باشه، کل پشتی داشته باشه، دستش ساعت باشه، دست چپش، دست راستش. تمام اینا رو میتونید تو اواتارتون تنظیم بکنید. وقتی که انجام شد کافیه فقط میزنید سیو و اکسیت. نه حالا رو قسمت میریم پلات بیلدرش. حالا سراغ خود وارد خود متاورس میشیم، ولی بریم پلات بیلدرش. خیلی جالبه. البته پلات بیلدرش شما باید زمین داشته باشید، اما زمین هم اگر نداشته باشید میتونید فقط ترای کنید ببینید چطوری کار میکنه، بعد میتونید یه زمین بخرید و روش کار بکنید. حالا من روی ترای پلات بیلدر میرم. حرکتاتون رو نوشته که موومنتاتون به چه صورته، با موس چجوری حرکت بکنید. با دکمه تب هم میتونید انتخاب بکنید. من تب رو میزنم و این زمینیه که من دارم میتونم انتخاب کنم چی میخوام بسازم. میتونم با دکمه W S A D زاویه یه دوربین رو تنظیم بکنم. حالا یه خونه رو انتخاب بکنم، برفرض این رو انتخاب بکنم. میخوام بسازم، با موس حرکت میدم میخوام کجا باشه، میخوام این وسط باشه. بعد الان اگر که من دکمه تب رو بزنم دوباره میرم تو صفحه، میتونم برم با دکمه W برم جلو، برم داخل خونه، F رو فشار بدم در خونه باز میشه، میرم داخل خونه رو میبینم. فرضاً میخوام روی دیوار حالا از اکسسوری های مختلف که داره استفاده کنم. تب رو میزنم، دوباره میرم داخل خونه روی فرنیچرز. انواع فرنیچرهای مختلف رو داره. ببینیم تلویزیون داره. من یه تلویزیون برم دیوار رو فرضاً اضافه کنم. فکر میکنم داشتم حالا فرض نمیدونم این تابلو یا تلویزیونه، ولی به هر حال انتخاب میکنم. جهتش رو باید تنظیم بکنیم. با دکمه‌های Q و E میخوام روی دیوار اینجا بذارم. فرض میکنیم حالا اینجا خوبه و گذاشتم اسکیپ آپشن میدم. حالا فرض میکنیم یه تابلو یا تلویزیون. حالا میریم سراغ مثلا یه مبل میخوام یا پرده. ببینید انواع و اقسام آیتم های مختلف داره. یه مبل میخوام بذارم، میچرخونم. برم طبقه بالا با دکمه های W A D و X میتونم بالا پایین جلو عقب چپ راست. طبقه بالا فرضاً من میخوام یه تخت خوابم اینجا بذارم. تخت خواب انتخاب میکنم. میتونم که فوتوشاپ بدم، برم داخل
یادتونه اینجا اکستریور تور والیبال و چتر رو نمیدونم انواع و اقسام پلنت ها و داخل خونه دوباره لیوینگ روم، بدروم، داینینگ روم، اینتریور فیکسچراش، ساعت، پرده، اینتراکتیو آیتم هایی که مستقیم باش میتونید کار مستقیم انجام بدید، یعنی مثلا درش رو باز کنید چیزی از توش بردارید، یا دکوراتیو آیتماتون و پلنت و فرش و لایتینگ. پس ببینید خیلی جالب، شما میتونید این کار رو انجام بدید. وقتی کار تمام شد میتونید سیوش کنید، سیو ساکسسفول و اکسیت. خب حالا بریم قسمت اصل مطلب که وارد خود متاورس میشه. همونطور که گفتم شما باید سیستم نسبتا خوبی داشته باشید که از نظر پروسسور CPU و کارت گرافیک توانایی کافی برای این گرافیک رو داشته باشه. خب این صفحه آبی که میبینید در حقیقت اینجا تلپورت پلتفرمه که شما را یه جا به جای دیگه منتقل میکنه. حالا من یه چرخ داخل حال اصلی بزنم. شما اگر حرکت میکنید میتونید، من الان دکمه کرسر آپ فشار میدم با ماوس، هم کرسر آپ مستقیم میره، با ماوس من چپ و راست میکنم و اگر بخوام بدوه دکمه شیفت چپ رو فشار میدم و به حالت جوریان چپ و به حالت چه خبره تو حال اصلی. این اگر که بازیکن دیگه هم الان وجود داشته باشه، یعنی فرد دیگه هم وجود داشته باشه، شما میتونید ببینید و باش اینتراکت کنید، حرف بزنید، چت کنید. دکمه کیو رو که بزنید یه سری اطلاعات بهتون میده که مثلا با کنترل وی، بحث خیلی جالب، کنترل وی اگر شما کنترل وی رو بزنید معنا میکروفون آفه، ولی اگه من میکروفون رو آن کنم تا فاصله 5 متر اگر بازی کنید باشه صدای شما رو میشنوه این پشت میکروفون حرف بزنید. یعنی دقیقا مثل اون که خیابون دارید راه میرید، بغل یکی دارید رد میشید یا رو صحبت میکنه و شما صحبت طرف میشنوید. اگر میکروفون آن باشه هم اتفاق هم میفته، شما اون طرف صدای شما رو میشنوه و بالعکس اگه میکروفون رو آن باشه تا فاصله 5 متر صدای همدیگر رو میتونید بشنوید. دکمه تب رو فشار بدید، میتونید مسیج تایپ بکنید. اگر احیانا کاراکترتون یه جا گیر کرد، نه جلو نه عقب، هیچ کاری نتونستید بکنید، دکمه کنترل و آر میتونید روی اسپند دکمه کنترل آر رو که بزنید از اون حالت مخمسه در میاد، دوباره شما رو میاره فعالتون میکنه، یه جایی که کاراکترتون حالت گیر کردن خارج میشه. دکمه F1 اگر بزنید دکمه رو بهتون نشون میده که هر دکمه چی کار میکنه. اسکیپ رو میزنید برمیگردید. دکمه H دکمه هوم هست و F2 ستینگ. خب بریم یه ذره یه دوری بزنیم برا ببینیم که چه خبره. طبقه بالاش برگردیم طبقه پایین. خب حالا این قسمت ها در حقیقت شما رو میبره به جاهای مختلف. ببینیم بالاش نوشته برفر نوشته بارک پارک. اگه یادتون باشه من گفتم 11 قسمت مختلف شما توی متاورس شیبا دارید که توی نقشه مشخص هر قسمتی برای خودش یک اسمی داره.
مثلا فرض کنید اینجا ببینید کانین، کارنسی کانین. حالا بریم طرف همون یکی از اینا. خب وقتی نزدیک میشین یه صفحه براتون باز میکنه، موقعیت شما رو میگه و شما باز میتونید انتخاب بکنید. نه رویال پلازا، رویال پلازا چند بخش داره. الان تو قسمت رویال پلازا، رویال پلازا ترید سنتر داره، پلازا سنتر داره، بارب دیستریکت داره، کالچر، رویال دیستریکت و تمپل دیستریکت. خب حالا فرضاً تمپل میخوایم بریم، تمپل رو انتخاب بکنیم و تلفن. خب این نقشه اصلیه و موقعیت شما رو، جاتون رو و بهتون میگه کجا هستید. این نقشه رو هر دفعه میتونید با دکمه M فعال کنید. یعنی من M رو بزنم فعال میشه. خب برید ببینید جا چه خبره. همونطور که گفتم بهتون تازه 2 روزه این لانچ شده، یعنی حالا هنوز شاید خیلی از کاربرا این خبر رو ندیدن و فعال نشدن و به طب در مدت چند هفته آینده و چند ماه آینده ما شاهد این خواهیم بود که کاربرای زیادی بیان و ملحق بشن و دیگه بتونیم در حقیقت چندین نفر رو داشته باشیم و بتونیم با اونا اینتراکشن داشته باشیم. هر کدوم از این جاها، هر کدوم از این 11 دیستریکت هایی که وجود داره شما امکان ساخت و ساز دارید، منتها باید زمین رو خریده باشید. حالا من رد شم از رودخونه. خب ببینید اینا زمیناییه که شما در اطراف هر دیستریکتی وجود داره. هر کدوم از اینا یک زمینی که در اطراف این دیستریکت ها وجود داره و شما تو این زمین ها میتونید ساخت و ساز کنید. منتها زمیناتون رو باید خریده باشید و گفتم بسته به جایی که میخرید این قیمت میتونه افزایش پیدا بکنه. حالا من ام رو میزنم. اگر یادتون باشه من 2 تا زمین داشتم. یه زمین من در این قسمت بود که نوشته This hub is under construction، برای اینکه در دیفنس ولی. یه دونه هم من یه زمین دیگه داشتم این قسمت بود The backyard، اینم under construction. اینا که کامل شد وقت من میتونم برم توی زمین خودم شروع کنم و ساخت و ساز کردن رو انجام بدم. بریم یه قسمت دیگر هم ببینیم. تمپلین به نظر جالب میاد. خب اینجا قسمت های مختلفشه. لیکساید، گاردن رویال تمپل. یه قسمتی داشت یه مارکت داشت، مارکتش خیلی جالب بود. دوست دارم مارکت رو پیدا بکنم و بهتون نشون بدم. تکنولوژی ترنچ، ترید سنتر. بریم ترید سنتر. تلپورت. خب ما
الان ترید سنتر هستیم. واقعا از نظر گرافیک خیلی خوبی داره. و شما حساب بکنید، فرض بکنید توی دنیای مجازی هستید که تمام این آدمای مختلف توی هر کدوم از این غرفه های این اطراف یه آدم واقعیه و شما میتونید باهاشون اینتراکشن داشته باشید، ازشون سرویس بگیرید یا بهشون سرویس بدید. هر گوشه کنار این میتونه که در حقیقت یک چیز جالبی برای دیدن وجود داشته باشه. همونطور که گفتم الان خلوته، الان هیچ کس نیست، به خاطر اینکه تازه 2 روز این لانچ شده و شاید هم هنوز به مرحله نرسوندن که افراد مختلفی بتونن در آن واحد بتونن داخل شرکت کنن و شاید هم هنوز تعداد زیادی اطلاع پیدا نکردن و هنوز وارد متاورس نشدن. ولی این روی قیمت شیبا خیلی میتونه تاثیر داشته باشه و خیلی میتونه این توکن رو به موفقیت بیشتری نزدیک کنه، چون هر توکنی، نه تنها شیبا، هر توکنی برای اینکه موفق بشه نیاز به یه اکوسیستم قوی داره، نسبت نیاز به یک سری یوتیلیتی هایی داره که بتونه پشتیبانه اون توکن باشه. مثلا شما پول معمولی رو که میبینید پشتیبانش طلاست، با اون پول شما میتونید خرید بکنید، با اون پول میتونید انواع کارهای مختلف رو با پول طبیعی میتونید انجام بدید. در مورد کریپتوکارنسی هم همینطوره. یک کریپتوکارنسی برای اینکه موفق باشه باید پشتیبانه های مختلف، ابزارهای مختلف و یوز کیس های مختلف داشته باشه و این یکی از یوز کیس های خیلی در حقیقت خوب شیباست. خب اگه من فرضاً دکمه اچ رو فشار بدم میرم تو هوم که آدرس ولتتون اینجا نوشته، یوزر نیمتونه، یه بایوگرافی کوچولو میتونی از خودتون بنویسید که دیگران ببینن. شما مپ رو دارید و ستینگ. خب من امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. من مطمئن باشید که ویدیوهای دیگری هم خواهم گذاشت به محض اینکه اطلاعات جدید بیشتری پیدا بکنم از متاورس شیب و هر لحظه که کامل تر باشه اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار میدم. روز و شب خوبی داشته باشید در هر کجایی که هستید. شاد و سلامت، دلتون خندون، دلتون شاد و لبتون خندان و شما رو در پناه خدا میسپارم. خداحافظ.